درود بر شما دوستان و همراهان سایت الو فنی کار. امروز خدمت حضورتون هستیم با یکی دیگه از آموزشامون در زمینه لرزش و تکان خوردن دستگاه ماشین لباسشویی. اگر ماشین لباسشویی شما با تکان و لرزش های خیلی شدیدی روبرو هستش، باید چند تا عامل رو بررسی کنید. شایع ترین مشکل خرابی درون ماشین لباسشویی خراب شدن، جهت اینکه دستگاه لرزش زیادی داره، خراب شدن قطعه‌ای است به نام کمک فنر درون تمامی ماشین لباسشویی ها. این کمک فنرها وظیفه دارن که در زمانی که دستگاه روی دور بالا و مخصوصا زمان خشک‌کن دستگاه، یعنی خشک کردن لباس ها کار میکنه، لرزش های شدید دیگ رو بگیرن و از انتقال اون به بدنه جلوگیری کنن. این کمک فنرها دقیقاً شبیه کمک فنرهای ماشین هستش که توی دستاندازها میتونن به عبارتی وزن ماشین رو متعادل کنن و از تکون خوردن ماشین جلوگیری بکنن. مشکل اصلی خراب شدن این کمک فنرها ضعیف شدن اونها هستش. برای اینکه بتونید اونها رو تست کنید، یعنی اگر از ماشین لباسشوییتون با این مشکل روبرو بود و اینکه بتونید اونها رو تست کنید، یه راه خیلی ساده داره. توی قسمت پایین ماشین لباسشویی البته غیر از ماشین لباسشویی LG، شما به راحتی میتونید ماشین لباسشویی رو به سمت پشت بخوابونید و این دو تا کمک فنر رو که به صورت هشتی روی دو تا بدنه دیگ نصب شده رو ببینید. پین های سر این رو خارج بکنید و این قطعه رو تست بکنید. در مرحله اول با دست این رو بکشید به بیرون. اگر به این صورت به شکل سفت این به عبارتی پیستون از داخل سیلندر بیرون اومد، در این صورت کمک فنر شما سالم هستش و باید برید سراغ بقیه قطعات. ولی در صورتی که پیستون شما به راحتی از داخل این در اومد، نه اینقدر سفت، در اون صورت این کمک فنر شما خراب هستش. روش دیگه که بعد از باز کردن باید اون رو حتما امتحان کنید، توسط یک بسته کمربندی یا یک میله این دوتا رو به هم دیگه ببندید و از دو طرف بکشیدش. در صورتی که به صورت همزمان و یک نواخت این دو تا پیستون از همدیگه در اومدن، یعنی مثلا فرض کنید که این ماشین لباسشویی، این کمک فنر الان روی ماشین لباسشویی سواره و شما اینها رو کشیدید بیرون. اگر طول این دو تا کمک فنر کاملا به صورت یک نواخت در اومد، در اون صورت پیستون شما سالم هستش. ولی اگر یکیشون بیشتر از طرف مقابل در اومد، در اون صورت شما میتونید بگید که کمک فنر ماشین لباسشویی شما خراب هستش. این روشی هستش که تمامی تعمیرکاران تیم دانش بنیان الو فنی کار از اون استفاده میکنن و مشکل دستگاه رو رفع میکنن. اما در خیلی از مواقع هم هستش که ما روی ماشین لباسشویی مشکلات دیگه میبینیم که علت لرزش ماشین لباسشویی هستش. خب پین هایی که ماشین لباسشویی روی سوار میشه معمولا از جنس پلاستیکی هستن این کمک فنرها، و این پین ها احتمال شکستن خودشون، یعنی پین هایی که داخل اینها قرار میگیره، وجود داره، یا اینکه پایه هایی که روی بدنه کف و بدنه بالا روی بدنه دیگ قرار دارن اونها میشکنه. این دومین بحثمون بود در زمینه لرزش ماشین لباسشویی. و سومین عاملی که میتونه باعث این قضیه بشه، مخصوصا توی دور خشک‌کن ماشین لباسشویی های سامسونگ و ویرپول به شدت این قضیه مشاهده شده، به عبارتی تراز نبودن ماشین لباسشویی و عدم تعادل وزنهای سیمانی که روی خود ماشین لباسشویی هستش میتونه باشه. در این صورت بهتر هستش که جهت تعمیر ماشین لباسشویی از یکی از تعمیرکاران تیم دانش بنیان الو فنی کار بخواید که برای بازدید دستگاه به محل مراجعه کنه و ماشین لباسشویی شما رو بررسی کنه.
عواملی هم که توی خونه شما باید حتما چکش بکنید این هستش که ماشین لباسشوییتون 4 تا پایه اصلی کف ماشین لباسشویی باید پلاستیک زیرش رو کاملا داشته باشه و در صورت ساییده شدن اون 4 تا پایه ماشین لباسشویی شما حرکت خواهد کرد و به سمت جلو میاد. بحث دیگر این هستش که وزنه‌های تعادلتون رو با باز کردن درب بالای لباسشویی چک بکنید، ببینید پیچ‌های روش شل نشده و در صورتی که شل شده اونها رو کاملا صفر بکنید و در صورت شکستگی اونها رو میتونید رفع بکنید. ممنون از این که تا پایین این کلیپ با ما همراه بودید. در صورتی که ماشین لباسشویی شما هم راه میره و نیاز به حضور کارشناس و تعمیرکار ماشین لباسشویی در محل داشتید، در شهرهای تهران و کرج میتونید به سایت دانش بنیان اعلی فنیکار که در آدرسش در بایو همین کلیپ قرار داده شده مراجعه کنید و درخواستتون رو ثبت بکنید تا کارشناسان ما به صورت فوری و در اسرع وقت به شما مراجعه کنند. موفق و شاد باشید. بدرود.